میگن آیسان آمریکا زندگی میکنه ولی خب ماه رمضان تازه شروع شده. ماه رمضان خورده به عید نوروز ما. حالا چه جوریه که آیسان اسلامی قبلا بچه‌ها تو پارک‌ها که الان دیگه بزرگ شدن سلام عرض می‌کنم خدمت شما. متوجه نمیشم سوالش. سوال متوجه نمیشی؟ آره سوال متوجه نمیشم. آره هر دیگه متوجه نشدین آره اینا که کات میشه. آره اونا رو اصلا کات میدم. خب بذار سوال دیگه خدمتتون بپرسم. قبلا میگفتن که بچه‌ها خوب فوتبال بازی کردن، حالا امروز هم بازی استقلال و اسد آیسان اسلامی یه پیام فرستاد. گفته خسته نباشید. حالا ما گفتیم که چجوری اکبر عبدی قبلا تو سینمای ایران بوده، ولی خب بچه‌ها تو آمریکا اصلا قبول نکردن اینو از داشتاپونکس اوکراین تشریف آوردن اینجا. من اینا اصلا داستاناشو نمیدونم. راحت باش هر چی دوست داری. من خیلی کلا این داستانای آیسان اسلامی و اکبر عبدی و فوتبال اینا خیلی دنبال نمی‌کنم بخوام بدونم راجبش. خب بذار یه توضیح کوچیک بهتون بدم. آیسان اسلامی قبلا توی داشتاپونکس اوکراین بازی کرده. آره قبلا فوتبالیست بوده و گلر بوده چون قدش بلند بوده. چون چند تا گل خورده گفتن که آقا گل نخور، اگه میخوای بری گل بزنی برو جلوتر گل بزن. حالا تو پارک الان بچه‌ها دارن گل میزنن میگن که یه ذره ضرر داره. به نظر شما چرا؟ حالا این گلی که دارن میزنن قبلا بوده یا اصلا مهد کودک وقتی میخواست بزرگ بشه این پله رو میتونسته بره بالا یا اصلا تو گلدون باشن؟ من چرا متوجه نمیشم مثلا گلش و اینا رو متوجه نمیشم خیلی. گلش رو متوجه نشدیم. یعنی همه چی متوجه شدیم به غیر از گله. ممنون که دوربین مخفی ما رو تا انتها نگاه کردید. مرسی که در خدمت ما بودید. من دارم میگم من فارسیم بد شده من نمیفهمم. یه ربطی بده فقط تموم شه.